در عرفه جشن وحدت ملی هر یک ما شما شاهدی آن گشته ایستاده‌ایم که سرتاسر قلمرو جمهوری تاجیکستان و در سرخ زمین و در شهر محبوب ما کنی بودام باز یک عائله نو احیا می‌گردد. ببینیم که عروس و دامادی ما به هم چقدر مناسب هستند، ارزنده و لایق هستند. اینجا آمدن داماد عزیزی ما، دادن عزیزی ما فخرالدین جان، گل عروسک محفل ما، یار یگانه فخرالدین جان منور خان هستند. اجازه دهید در روز من هر شما را با تأسیس دادن این عائله نوتان از ضمیر قلب شادباش را مبارکباد میگویم. عجب داماد شاد این دارد به هر آدم، بود کلیل هم خرم خوشند و مهربان با هم. مبارک تویتان باشد، دین و راه رویتان باشد. مبارک فخرالدین جان و منور خان تمام خوشی‌های زندگی را آرزومند هستیم که شما که امروز عائله بنیاد میکنید بگذار عائله شما در آینده باعث افتخار و سرفرازی پدر مادران شمایان عزیز میگردد. چون این عائله را برپا کنید که کس دیده هوس کند به نام شما، به نام پدر مادران شما رحمت ها و احسان ها بگوید. این تنتنه، این بزمی که توی شما دارید عزیزانم مبارک باشد. یاران نیکو، یاران همدم باشید با هم خوشبخت و خرم. وقتی تو خوش با کلید خوش رو زیبنده پادر داماد دلجو. برای داماد عروس مبارک، به عروس داماد مبارک. برای هر دوی شما زیر قرصک های همه مهمانان اهلی نشست تویتان را شاد باش بگیم. قرصک مالاتر باشد عزیزان. تشکر میکنم از اهلی نشست و ما برای نشستی عروس داماد و تختید وقتشان اجازه بدیم. برای من نشینید خورسندی یار و دوستان شما از همین منبر ایران نشستن تماشا کنید. دوستان عزیز، قدومی هنگی شما را به طرف خانه شاهان ما خیر مقدم و نوری دیده و تاج بر سر بگیم. خوش آمدید عزیزان دل. بهترین پیش خدمتانی که این طرف خانه شاهان آماده خدمتی ما و شما هستند. بهترین نوارمادان رو ایشان نوارمادانی میکنند با راهبری استودیو صدف اینجا اجرا میکنند. ریشان جان عبدالله، فران جان عبدالله با اهل شما گردان و اینچنین استودیو سنجر میدیا با اشتراک جسور بگیم شما در خدمت ما هستند. تشکر ایزیان میگم برای دادارای عزیز، برای یکاهای عزیز و اینچنین تشکر میکنم از نوازنده ها، از کانال نوازان کمیره بنده کمترین اکرم شریف هستم با اهل نوازندگان در خدمت شما. چند لحظه، چند فرصتی و چند ساعتی است ما آماده خدمت شمایان عزیز، ما آماده خدمت اهل صاحبان توی هستیم. برای دیگر میهمانان عزیز خوش آمدید. برای شما صورت خوشو بخورد را ما آرزو تمنا میکنیم. سلامت و سربلند باشید. به هر یک شما آماده ایستاده جشن وحدت ملی را من شادباش میگم. در شخصیت شما برای اهل پیوندانتان، برای اهل خاندانتان جشن وحدت ملی مبارک باشد. امیدوارم از آنکه در سرزمین عزیز ما تاجیکستان وحدت، صلح و امانی، تینجی و آرامی پایدار میگردد و سیری و پوری، تینجی، آسایشتگی و زندگی خرم نصیب خلق تاجیک میگردد. برای شما عید وحدت مبارک باشد. خوش آمدید عزیزان دل، سلامت و سربلند باشید. و اولین سرود چون همیشگی به حرمت احترام مادران عزیزی ما بخشیده می شود و من بسیار میخواستم این سرود مادر را همچون هدیه ارمغان تویانه برای مادران داماد و عروس تقدیم کنم. خوش آمدید عزیزان. به صورت خوش اولین سرود مادر برای شما صدا می‌دهد. نمیدانم
خوش دامنی گنده ای خدا بردارم ای خوش دامنی رقص دامات دوست دارده خوش دامنی گنده ای خدا بردارم یگان خوشنامه گنده نیست همه خوشنامه ها و گم نیست هر ترس از اینطور خوشنامه های عزیز سلام هم باشم هی در خاناتان پای در پای توی شهر بسیار فرزندان و پسر دخترانی خوشای شود هی در توی نگاهی عروسی آنانه اکرم جان آفیزی خوش آوازش شود حتی اینه بچک های من نبیره های من ایوره های من جیانک های من انه نخی کلی نماد سیمپتیش شود مایم شاه مای شاهان آده توی کنیم گفتگی ها همین خوشبرتی عروس رو بکتی دیگر ترس های زنیم میمانا خواهش کردیم اهل اولی عروس این مینای دعوت کنید اهل اولی عروس این مینای برام مادرشان خالشان آنچشان مادرشان هم کرونشان همه رقص کنند برای همه کسی رقص میکنید کجی کمال خوجندی قد قدی زدم شده گذر